به پادکست ما با موضوع شادی خوش آمدید. در قسمت امروز جنبه‌های مختلف شادی و چگونگی تأثیر آن بر زندگیمان را بررسی خواهیم کرد. خوشبختی یک خواسته جهانی است که فراتر از فرهنگ‌ها و پیشینه است. این چیزی است که همه ما برای آن تلاش می‌کنیم. با این حال اغلب ممکن است احساس گریز از آن کنیم. بنابراین خوشبختی دقیقاً چیست؟ آیا این یک احساس زودگذر است یا یک حالت وجودی؟ بسیاری از فیلسوفان و روانشناسان در طول تاریخ به این پرسش پرداختند. برخی استدلال می‌کنند که شادی صرفاً عدم وجود غم و اندوه یا احساسات منفی است، در حالی که برخی دیگر معتقدند که این احساس عمیق‌تر از رضایت است. تحقیقات نشان می‌دهد که شادی تنها به عوامل خارجی مانند ثروت یا موفقیت وابسته نیست. در حالی که این چیزها ممکن است به رفاه کلی ما کمک کنند، اما شادی واقعی اغلب از درون سرچشمه می‌گیرد. این شامل پرورش احساسات مثبت، پرورش روابط معنادار و یافتن هدف در زندگی ماست. یکی از جنبه‌های کلیدی شادی قدردانی است. وقت گذاشتن برای قدردانی از چیزهای کوچک در زندگی می‌تواند تأثیر عمیقی بر رفاه کلی ما داشته باشد. قدردانی کمک می‌کند تمرکزمان را از آنچه که کمبود داریم به چیزی که در حال حاضر داریم تغییر دهیم و حس فراوانی و رضایت را تقویت کنیم. یکی دیگر از عوامل مهم در شادی مراقبت از خود است. اولویت دادن به سلامت جسمی و روانی به ما این امکان را می‌دهد که چالش‌های زندگی را بهتر بگذاریم و شادی بیشتری را تجربه کنیم. درگیر شدن در فعالیت‌هایی که باعث لذت ما می‌شود و تمرین ذهن آگاهی می‌تواند به پرورش ذهنیت مثبت‌تری کمک کند. علاوه بر این، ارتباطات اجتماعی نقش حیاتی در شادی ما ایفا می‌کند. ایجاد روابط قوی با خانواده، دوستان و اعضای جامعه سیستم حمایتی و احساس تعلق را برای ما فراهم می‌کند. به اشتراک گذاشتن تجربیات، خنده و عشق با دیگران بهزیستی کلی ما را افزایش می‌دهد. در نهایت، یافتن معنا و هدف در زندگی ما به میزان قابل توجهی به شادی ما کمک می‌کند. چه از طریق تعقیب علایق، کمک به دیگران یا ایجاد تغییر در جهان، داشتن حس هدف به ما جهت و رضایت می‌دهد. در این مجموعه پادکست عمیق‌تر به این موضوعات می‌پردازیم و راهکارهای عملی برای پرورش شادی در زندگی روزمره‌مان را بررسی می‌کنیم. ما با کارشناسان در این زمینه مصاحبه خواهیم کرد. داستان‌های شخصی را به اشتراک می‌گذاریم و نکات عملی را برای کمک به شما در سفر به سمت یک زندگی شادتر ارائه می‌دهیم. بنابراین به ما بپیوندید تا این کاوش شادی را آغاز کنیم. با هم بیایید رازهای داشتن یک زندگی شادتر و رضایت بخش را کشف کنیم.